سلام، من نگارم، پیک میدارین یالقوز این برنامه. خوشحالم که به این برنامه اومدم. عالیه، محشره، بهتر از من نیست. چقدر لوس. خیلی خوب، بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگیریم، میریم سراغ شرکت کننده بعدی. این که خیلی لوس بود. خب شما هدفتون چیه از اومدن به این برنامه؟ من اومدم اینجا با پشت دست بزنم تو دهن بقیه. بله. خب دخترای خوشگل. شوخی کردم، یکی ببینین من رو عفت کلام خیلی حساسم. نیست من کشتی گیرم. اینو بکنین تو گونی تا همین اول تو نطفه خفش کنیم. خیلی زر میزنه. وای، من بعد رویاهامو پیدا کردم که خدا کنه من انتخاب کنه. ای خدا، سفدا رو انتخاب میکنم. خب یکم از خودتون بگیم. راستش من قبلا زن داشتم. مهم نیست.